وقتی که خبر یک مصیبت بهمون میدن 3 تا جمله باید خودمون بگیم، 3 تا جمله هم به طرف مقابل بگیم. لحظه اول ورود خبر اولین جمله‌ای که باید خودت بگید تا تعادلت حفظ بشه، بالانس بشید، به هم نریزید، انا لله و انا الیه راجعون. لحظه اول تو خبر بهت رسید چیز دیگه نگو. حتی اگر یه لیوان از دست پسرت تو آشپزخانه افتاد یا یه بشقاب از دست خانمت، صدای خرد شدنش شنیدی، نگو آه چه شد، بگو انا لله و انا الیه راجعون. این مشکل رو حل میکنه، راه شیطان رو میبنده. اولین جمله‌ای که خودت باید به خودت بگی انا لله و انا الیه راجعون. دومین جمله اللهم اجرنی فی مصیبتی، خدایا من صبورم به خاطر تو صبورم، به من اجر بده، پاداش بده، پاداش صبر در مقابل این مصیبت و این امتحان بده. اگر به خاطر خدا صبور باشید پاداشش چیه؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. بعضی بندگان خداوند با عدد و ارقام باشون تعامل نمیکنه، دیگه در خزانه رو باز میکنه، اما بعضی فقط با عدد ارقام باشون تعامل میکنه. وقتی تو خاص شدید، ویژه شدید، دیگه با عدد و ارقام انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. و پیامبر میفرمایند الصبر عند الصدمة الاولی، بعد از 6 ماه همه صبور میشن، بعد از 2 ماه همه صبور میشن. صبر همون لحظه ورود مصیبته، اگه خودتو نباختید. این جمله دوم. جمله سوم واخلف لی خیرا منها، خدایا این مصیبت یک خلایی در زندگی من ایجاد کرده. این جمله سوم خیلی حساسه. خدایا از خزینه خودت چیزی بهتر از اون چیزی که از من گرفتی و یک خلایی تو زندگی من ایجاد شده جایگزین کن و خزینه تو پره. وقتی که ابو سلمه میشناسید، همه طلبه هستید، شوهر ام سلمه وقتی که از دنیا رفت خیلی مرد زندگی بود، خوشمشرب بود، همسرشو خیلی دوست داشت. ام سلمه به توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کرد، 2 تا جمله رو گفت. جمله اولی رو گفت وقتی خبر دادن که ابو سلمه فوت کرده، گفت انا لله و انا الیه راجعون. جمله دومی هم گفت اللهم اجرنی فی مصیبتی، خدایا به من اجر و پاداش در صبر در مقابل این مصیبت عطا بکن. اما خواست جمله سومی بگه بهتر از ابو سلمه برای من بده، مردی برای زندگی من بهتر از ابو سلمه. هی میخواست بگه، زبانش بند میآمد، فکر میکرد که این مرد بهترین مرد زندگیش بوده، یک عمر با هم معاشرت کردن، از همدیگه و در کنار هم بودن لذت بردن. فکر نمیکرد که بهتر از ابو سلمه دیگه گیرش بیاد. وقتی زن بیوه میشه میگه هی میخواستم بگم به وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنم، هی یه چیزی زبانم بند می آورد، تا این که با خودم مبارزه کردم و بر خودم پیروز شدم. گفتم خیر در اون چیزیست که پیامبر صلی الله علیه و سلم ارشاد کرده. یک دفعه گفتم خدایا بهتر از ابو سلمه جایگزین کن. میگه مدتی گذشت، دیدم که صدای حلقه در خانه به صدا در آمد. رفتم در خانه، در رو باز کردم، گفتم کیست؟ گفت منم قاصد رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام شما را میرساند ام سلمه و رسول الله صلی الله علیه وسلم از شما خواستگاری می‌کند. شما مادر سلمه بودید، امروز مادر مؤمنان میشید. شما ام سلمه بودید، امروز ام المؤمنین جهان میشید.
شوهر تو ابو سلمه بود، امروز شوهرت رسول الله صلی الله علیه و سلمه. با یقین بگیم، با اعتقاد و باور بگیم، با تمام وجودمون بگیم انا لله و انا الیه راجعون. اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. ام سلمه میگه من تجربه کردم اگه امروز ابو سلمه زنده بشه و رسول الله هم خواستگار من باشه، 100 تا ابو سلمه رو با تار موی رسول الله عوض نمی‌کنم. اینها اعتقادات و باورهای ماست. این 3 تا جمله تو مصیبت ها. اما 3 تا جمله‌ای که وقتی میری تسلیت میگی باید بگی. بعضی میگن باقی در حیات شما. این چه تسلیتی است؟ از کجا آوردی باقی در حیات شما؟ کی گفته باقی در حیات شما تسلیته؟ تسلیت 3 جمله است. اعظم الله اجرکم، خدا اجر شما بازماندگان و مضاعف قرار بده، صبور باشید. این هم دعاست هم نصیحته. و احسن عزاءکم، عزاداری شما زیبا بکنه خداوند، خالی از بدعت. تو سر و کلتون نزنید. بعضی موقع جوانی فوت میکنه میبینیم که پارچه‌ای نوشتن در خونه‌شون مرگ نابهنگام فلان. عجیب، خدا رو متهم میکنید؟ یعنی خدا نمیفهمه که وقت مرگش رسیده؟ این چه حرفیه؟ اما جمله سوم و غفر لمیتکم، امروز شیعه و سنی از 3 تا اسراف رنج میبرن. اسراف عزاداری، اسراف عروسی، اسراف حج و عمره و زیارت. خیلی ساده بگیرید، تو 3 روزی کسی عزادار وظیفه همسایه هاست. اگر خانواده عزادار میلیاردر و سرمایه دارن باشن، صبحانه نهار شام تو خونه درست بکنن، ببرن تحویل بدن، ظرف ناشستشون هم بیارن تو خونه خودشون بشورن. چرا تو خونهشون روشن نشه این 3 روز؟ حتی اگه میلیاردرم باشه. اما یه روزی یه خانه همسایه عزادار بود، روز جمعه بود، همسایه غذا درست کرده بود برده بود. یکی از خواهرها تعریف میکرد وقتی سفره انداختن، زنهای همسایه جمع شده بودن که پلو مرده بخورن. نه تنها همکاری نکردن، میخواستن پلو مرده بخورن. دیگه وقتی سفره رو انداختن، غذا رو گذاشتن، همسایه درست کرده، یه عده مفخر آمدن اونجا پلو ختم بخورن. دیگه یکی از زنهایی که آمده بود غذای مرده بخوره نگاه به سفره کرد، یه اخی گفت با صدای بلند خانواده داغدارن، روز اول دومشونه، به جایی که غذا بیارید آمدید غذای مفتی بخورید اونجا، بعد سر سفره اخ میگید. بعد نگاه به سفره کرد، دستشو کشید، گفت این چه سفره‌ای؟ دسرش کجاست؟ دسرش کجاست؟ نوشابهش کجاست؟ ماستش و سالاد و ترشش کجاست؟ گستاخی به اینجا. به جایی که غذا درست بکنه ببره تحویل بده، آمده غذای مرده رو بخوره، بس سخن میکنه. دسرش کجاست؟ این چه سفره‌ای است؟ جلوی این اسراف ها رو بگیرید. اسراف عروسی، اسراف عزاداری.